آقای امرخیل، از رادیو مردم شما را زحمت میدیم، تشکر که در این گفتگو با ما شرکت کردن. خب به هر حال امروز برای دومین بار هست که در طول حداقل 5 روز گذشته درگیری بین نیروهای افغان و پاکستانی در مناطق مرزی در ولسوالی گوشته شروع میشه. به نظر شما دلیل و علت اصلی وقوع چنین درگیری های در او منطقه چی میتونه باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به شما بهتر معلوم است که 2 سال پیش ما اونجا قماندان پلیس رئیسی بودم در زن شرق و در اون زمان هم ما پیشنهاداتی داشتیم و دولت مرکزی که متاسفانه پیشنهادات ما را به دست کم گرفتن. زمانی که ما بودم ملیشه که از ساحه بود، ملیشه های سرحدی ایره پنجابی ها جمع کردن و به وضع زور و کماندوها و پوسته های جدید در طول سرحدات شرقی خصوصا ساحه مسئولیت زون نمبر 1 سرحدی که تقریبا 461 کیلومتر بود جای به جا کردن. از امون زمان تحرکات نظامی یا با خاطر اهداف شوم که در افغانستان داره که هدف شوم که یا میخواد که از ابتدای تاسیس پاکستان میخواد که توانمندی ملی و قدرت ملی افغانستان را در افغانستان نابود و تضعیف بسازه که یکی از اهداف مهم عزیز و دیگه اهداف مهم عزیز افغانستان را به یک میدان رقابت های نظامی و مانورهای استخباراتی مبادل ساخته که ما میبینیم که جنگ در افغانستان جنگ خارجی است، جنگ افغانان است و اهداف مهم دیگه از اهداف اقتصادی خیلی خطرناک. شما ببینید که افغانستان را به یک بازار مصرفی تبدیل کرده و تمام امکاناتی که در سرحد خصوصا در نورستان و هنر اونجا است که ما شما اونجا سرمایه بسیار انگشت که اونجا نفت است که معدنیات است و چوبای چهارتراش ایره هم در این ظرف 10 سال یا به اغما بردن. و موضوع مهم دیگه ای است که اونجا شما میبینید که دریای کنر که با میلیاردها متر مکعب آب سرازیر میشه، آبی که مفت و در بندهای برق چیره سرازیر میسازه و لبریز میسازه از پاکستان. اهداف شمی پاکستان در افغانستان ویدا و روشن است. زمانی که من قماندان بودم باید ما یه روشنی پردم که در ساحه که فعلا جنگ دوام داره این ساحه است که در اینجا متاسفانه باز شایعات و دروغ پراگنی اینجا صورت گرفته که من متاسفانه به این متاسف هستم که مطبوعات هم و ذهنیت های عامه را هم بعضی از اراکین ما مغشوش و منحرف ساخته. شما ببینید در اینجا هیچ نوع تاسیسات ناتو امار نبود. ما خودم در اونجا به بلس گشتیم، اونجا قطعا تاسیسات ناتو که به پاکستانی ها تحویل داده شده وجود نداشت. در این ساحه پاکستانی ها وجود نداشت. در این ساحه بعد از زمستان امسال تقریبا 3 ماه شاید اینجا تاسیسات بسیار وسیع و برج‌های محاربی و نظامی و موازی برای تانک و تحکیمات اساسی محاربی در اینجا جور شده استراتژیک و این در ظرف 3 ماه شده بعد از زمستان شده. من نمی‌فهمم چرا دروغ میگه مردم به ملت افغانستان که اینجا تاسیسات ناتو بود به پاکستانی ها تحویل داده شده. این خاک افغانستان است، موضوع ایران هم نیست. اینجا خاک افغانستان اشغال شده، اینجا معاملات صورت گرفته طوری که شما میبینید مطبوعات شایعات است. من حیث یک افغان و من حیث یک کس که اینجا ما خدمت کردیم در ظرف 1.5 سال به ما واضح روشن است که در اینجا تاسیسات امریکایی وجود نداشت. تاسیسات امریکایی در بیزی گشته بوده و تاسیساتی که فعلا در اینجا اعمال شده این تاسیسات و تحکیمات بسیار قویه که از که بازارها متر سمت گادر و سیقه گل و چوپا و بازارها نفر اینجا شب و روز کار کرده در ظرف 3 ماه. حالا من نمی‌فهمم که چرا مطبوعات هم دروغ نشر میکنه و اراکین ما هم به چشم ملت خاک مندازه. آقای امرخیل برمیگردیم به اصل قضیه. ببینید خب به هر حال شما یک مدت زیادی در همون ساحاتی که یکی از درگیری هایش همین امروز به وقوع پیوسته شما ایفای وظیفه کردین و به هر حال با او مناطق و با اوضاع و احوال او منطقه آشنا هستین. به نظر شما
به هر حال راه حل این مسائل مانند ایجاد دروازه در منطقه مرزی در ولسوالی گوشته و دلایلی که در طی 2 مرتبه گذشته جنگ در اون مناطق آغاز شده، این دلایل اقدر دلایل بزرگی هستند که منجر به درگیری میان نیروهای 2 کشور بشن و در نهایت میخوایم این را پرسان بکنم که این درگیری ها در این درگیری ها کدام طرف به نظر شما متضرر خواهند شد؟ ما گفت شما درست است که ما اونجا 1 سال ما خدمت کردیم. ما پیشنهاد داشتیم و عالم به مناسب یک افسر نظامی که به ساحه بسیار بلد هستم و نیت شوم پاکستانی ها هم به ما معلوم است بیشتر بدون جنگ که ما 2 سال هم پیشنهاد کرده بودن که موضوعی که به اینجا تحرکات نظامی پاکستان بدون از جنگ راه حل دیگر نداره. شما میبینید که بدون از جنگ حال هم درگیری شدید ادامه داره و بدون جنگی معضله فعلا و بعضی از سرحدات خاک افغانستان اشغال کرده، دیگر راه حل وجود نداره. افغانستان و مردم افغانستان باید جواب قاطع و دندانشکن به دشمن زبون افغانستان که اهدافشون داره باید بده. بدون جنگ من فکر نمیکنم که هم مردم افغانستان و هم دولت افغانستان بدون جنگ دیگر راه حل نداره در این نقاط، به خاطر اینکه این موضوع خط دیران همینجا مطرح نیست. اینجا اشغال خاک افغانستان مطرح برن به خاطر تصفیه‌کاری این ساحات از وجود ملیشه‌های پاکستانی باید نبرد صورت بگیره، جنگ صورت بگیره و این مردم این ساحات مکمل تصفیه کنه و این تاسیسات باید دولت افغانستان تصرف کنه و یاره به اون طرف خط دیران بران همی ملیشه‌های پاکستانی که به این نقاط جابجا شده. و اگر در اینجا غفلت صورت نمیگیره و در ظرف 3 ماه اجازه برای اعمال تاسیسات بسیار قوی بلندآژا و مواضع و میدان هلیکوپتر اجازه داده نمیشد و به شکل مرموز که حتی مطبوعات به اینجا اجازه داده نشده. شما کلیپ‌های مطبوعات شنیدین که اینجا حتی 2 ماه پیش اینجا به مطبوعات اجازه داده نمیشد و جلوگیری میشد با این تاسیسات وسیعی که جور شده بینند به خاطر تصرف یمی منطقه که خاک افغانستان است، نه نقطه مرزی و نه نقطه صفری و نه خط دیران. اینجا باید نبرد صورت بگیره، جنگ صورت بگیره. ملیشه پاکستان باید به هر ذره که باشه از خاک افغانستان ما برانیم و یک درس عبرت به پاکستان داده شود. من فکر میکنم اگر افغانستان جنگ سایشی و جنگ درازمدت با پاکستان آغاز کنه، ما به این نظر هستم که به ضرر پاکستان است و ارده پاکستان در ساحاتی که ما اونجا بلد هستم به این ساخته نشده و تلفات سنگینی را خواهد دید. و بر علاوه ای که ما نیروهای ما اونجا با یک مراد قوی وجود داره، خصوصا به پلیس های ما دیگه مردم هم همکار شما میبینه احساسات مردم افغانستان. من فکر میکنم که اگر جنگ درازمدت ما با پاکستان آغاز کنیم، پاکستان تجزیه خواهد شد و بیشترین ناراضی را در گوشته و در ننگرهار و در نورستان یا از دست خواهد به شرط به یک شرط که دولت افغانستان، وزارت داخله و وزارت دفاع با هماهنگی بیشتر در این نبرد اشتراک کنه و کماندانای از اینجا که از سردیس و کماندانای کلان از مسئول نمیگم یا به محکمه کشانیده شد و افراد و اشخاصی که بتانه اونجا نبرد و جنگ مدیریت بسازه و به ملیشه‌های پاکستان درس تاریخی و با تلفات سنگین به اون مواجه بسازه واره اشخاص افرادی که فعلا از کلگی در دفترها خودشته و نمیتونه که ملیشه‌های پاکستان از دوست برانه. بنان یک مدیریت لازم اینجا بکار است، یک سوق‌داری مطمئن و دوامدار و پیشبرد نبرد در روی ساحات باید اشخاص و افراد تجدید شود که بتونه که ملیشه‌های پاکستان به اونجا شکست بده. سپاسگزارم از شما. من فقط سوال آخر پرسان میکنم آقای امرخیل، با توجه به این که به هر حال شما یک سری جزئیات و اخبار و معلومات دارین از حادثه جنگ چند شب پیش ولسوالی گوشته، من میخوایم از نوع او درگیری از شما پرسان بکنم که اطلاعاتی که برای شما رسیده بود او درگیری چی نوع درگیری بوده و پاکستانی ها از چه سلاح‌های استفاده کردن و در مجموع میشه که یک کمی معلومات برای ما بده. ما چون افراد ما همراه ما تماس دارم، یعنی هم بعضی از سربازای ما که اونجا تعلیم کرده کردیم و بادیگاردهای ما حتی که سابق بودن در خط
مقدم جبهه با ملیشه‌های پاکستانی در نبرد است و با ما در تماس از جنگی که چند شب پیش در شب پنجشنبه در گشته رخ دادی، جنگ هماهنگ نبود، جنگی نبود که اونجا کوردینه شده باشه و جنگ تمام عیار از طرف وزارت دفاع ملی و نیروهایی که ما و شما داریم آغاز شده باشه. جنگی بوده که ما به نظر ما این جنگی بوده که از بعضی اراکینی که به فساد و به معامله‌گری در شرق افغانستان متهم است و مردم افغانستان رو تظاهرات کرد به خاطر انحراف ذهنیت ما و مطبوعات. جنگ نمایشی شده بود و متاسفانه او احساساتی که سربازا و صفوف پایین در قوای سرحدی داره ما به او افتخار میکنیم. ما شهید هم دادن، اما ما در شب اول او تبلیغات شد به اونجا پوستا و این ساحاتی که تقریبا 3 کیلومتر در اونجا در ساحات تاسیسات ما شده این تصرف نشده بود. بنابراین من فکر میکنم که بعد از این جنگ و درگیری که به چند شب گذشته شد متاسفانه که مطبوعات و ذهنیت‌های عامه منحرف ساخته شد و دشمن توانست که دیگه هم دشمن یعنی به اصطلاح ما را نیمبند ساختن و دشمن بیدار ساخت با آمادگی عام تام که بعد از چند روزی که گذشت راپورهایی بود که پاکستانی‌ها به اینجا قوای بیشتر را جابجا کرد و تحکیمات بیشتر و موازی بیشتر برای تانک و توپای خود یا آمادگی کامل گرفتند. بنابراین این جنگی که فعلا آغاز شده از طرف اوضاع پاکستان ممکن با تلفات بیشتر این ساحات تصفیه شود. یک دنیا تشکر آقای امرخیل از گفتگو با رادیو مردم در هرات. تشکر شما. تشکر شما.